و صاحب نظران حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی خویش را برای پشتیبانی این صاحبکاری اعلام کرده بود و همچنین برای امکانیت دادن و صاحبکاران مبلغ‌های زیادی را نیز خرج خواهد نمود. این یک کنفرانس خیلی مهم می باشد و اینجا ما مسئله های مهمی وابسته به رشد کشاورزی را مورد بررسی قرار دادیم و متخصصان و کارشناسان بهترینی که در جمهوری ما موجود هستند، همچنین کارشناسان خارجی، یعنی از طرف شرکت جیزیت، از طرف شرکت های دیگری که در جمهوری تاجیکستان با مسئله صاحبکاری سر و کار دارند، آنها یعنی به این کنفرانس دعوت شدند. این کنفرانسی که امروز یعنی در جریان هست، هدف اساسیش همین است که مسئله های رشد صاحبکاری را در ساحه کشاورزی بررسی خواهیم نمود و همون زنجیره اساسی ارزش اضافی را که یکی از عنصرهای و الیمنت‌های مهم برای رشد کشاورزی می باشد، همون را یعنی مورد بررسی عمیق قرار خواهد. در آن یعنی کشورهایی که در آنجا صاحبکاری خیلی رشد یافته است و صاحبکاری امکانیت می‌دهد که محصولات اصلی کشاورزی در خود کشور استحصال شود و دیگر مثلا واردات کمتر شود و برعکس کشور یعنی استحصالش زیاد شود و حتی به صادرات گذرد. هدف اساسی جمهوری تاجیکستان هم همین است که ما امکانیت‌های وسیع کشاورزی داریم و هر چقدر ما توانیم تولیدات را زیاد کنیم، استحصالات را، ما باید بیشتر کشوری صادر کننده باشیم، نه وارد کننده. ما حدود 66% اهالی جمهوری با کشاورزی مشغول است، یعنی در دهات زندگی میکنند و با کشاورزی مشغول است. یعنی گوییم که بیشتری اهالی ما با همین کار مشغول است و کشور ما امروز یک کشوری یعنی کشوری هست که با کشاورزی نیاز دارد و کشاورزی را میتوانیم ما به یک حالتی تبدیل کنیم که ما از کشوری وارد کننده به کشوری صادر کننده تبدیل شیم. استراتژی رشد اقتصادی کشور تا سال 2030 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته ایستاده است و حتما در نظر است که تا سال 2020 و سال 2020 علاقه ما باید خودکفا شویم و فکر میکنم که در سال 2030 علاقه ما میتونیم 100% به خودکفایی محصولات کشاورزی برسیم.